به مردم یاد میدین چطوری شنونده خوبی باشن، پس امکانش هست که خودتونم سعی کنید شنونده بهتری باشین. همونطور که میدونید برای یادگیری بهتر باید عملی یاد گرفت. تدریس درک بهتری از موضوع بهتون میده، اما برای ملکه شدن آموزش باید مطالب رو به کار بست و این مرحله بالاتری در آموزشه. سومین منفعت اینه که هنگام تدریس ارتباطات شما بهتر میشه. با توجه به فرایند 3 نفره فکر میکنید چرا ارتباطات بهتر میشه؟ هنگامی که فرد اول درس میده، نفر دوم چی کار میکنه؟ اول مطالب رو درک میکنه، سپس اونا رو ارزیابی میکنه. مهمترین مانع در برقراری ارتباط چیه؟ اینه که مردم گوش نمیدن. اونا درست مطالب رو نمیگیرن و هنگام گوش دادن ارزیابی میکنن. اما اگه همه یاد بگیرن مطالب رو کامل و صحیح درک کنن و بعد ارزیابی کنن، میتونن اهداف، نکات مهم، اثبات اون نکات، کاربرد نکات و ارزش اونا رو درک کنن. چهارمین منفعت اینه که وقتی این موارد محقق شد، روابط عمیق‌تر و پایدارتر میشه. اما چرا؟ چون صمیمیت و محبت زیادی وجود داره. چون همدلی و خلاقیت فراوانی در فرایند برقراری ارتباط به وجود میاد. وقتی شما این کار رو با بچه هاتون انجام میدید، بهتر یاد میگیرید. دفعه بعد که میخواید کسی رو متقاعد کنید به کلاس های آموزشی بره یا تو جلسه شرکت کنه، قبل از رفتن چی بهش میگین؟ کافیه بگید وقتی برگشتی میتونی هر چی اونجا یاد گرفتی رو تو نیم ساعت برای هیئت مدیره بگی. ابراهام لینکلن گفت انسان‌ها فناپذیر هستن، اما اصول هرگز. اونا ماندگارن. به همین خاطره که من به این ضرب المثل چینی بسیار عقیده دارم. اگه به کسی ماهی بدی اونو 1 روز سیر کردی، اما اگه ماهیگیری یادش بدی 1 عمر سیرش کردی. بنابراین به جای اینکه سعی کنید به کسی راهکار آموزش بدین، بهش اصول آموزش بدین. چون اگه موقعیت تغییر کنه دیگه راهکار کارایی نداره، اما اصول همواره ثابتن. اصول تغییر ناپذیر، واضح و مبرهنن. اصول همه چیز رو کنترل میکنه، اما ارزش ها نه. اصول کنترل میکنن. پارادایم از کلمه یونانی پارادیگما گرفته شده که به معنای الگو، طرح، نمایش و چیزی که نشان دهنده چیز دیگه ایه. پارادایم تصویر ذهنی شما درباره چیزهایی که وجود دارن و تصاویری که ما در ذهنمون از واقعیات داریم نتیجه پیش زمینه و تجربیات ما هستن. همه ما فکر میکنیم دنیا رو اونگونه که هست میبینیم، اما در واقع ما دنیا رو اونگونه که خودمون هستیم میبینیم. ما تصویر ذهنیمون و حتی تصویری که از خودمون داریم و به دنیای خارج، محیط، مردمی که باهاشون در ارتباط هستیم القا میکنیم. تصویری که نتیجه تجربیات، پیش زمینه، افکار، انتظارات و تصورات ما هستند و ما همه چیز رو این گونه می‌بینیم. من ممکنه خودم یا یک موقعیت رو اونجوری که فکر می‌کنم هست برای شما توصیف کنم، اما در واقع من خودم و احساساتم و افکارم و دیدگاهم و ارزش‌هام و تجربیاتم رو توصیف می‌کنم و اونها رو به جهان خارج نسبت میدم.